Hello everybody, سلام به همه. این تو مهربان هستم و در این ویدیو میخواستم برای شما 5 فرازی بسیار مهم و سریع استعمال زبان انگلیسی رو فهمونم و اینچنین این ویدیو رو تا آخر تماشا کرده با سوال ها جواب گردانید و سطح دانش خود رو سنجید. فرازی رقمی 1. خیلی وقت تو رو ندیدم. با زبان انگلیسی همین رو چخیل میگویند؟ Long time no see. Long time no see. Long time no see. مثال Hi Jack, long time no see. سلام جک، خیلی وقت تو رو ندیدم. فرازی رقمی 2. تسلیم نشو. تسلیم نشو. با زبان انگلیسی Never give up. Never give up. تسلیم نشو. مثال Never give up. Fight for living. تسلیم نشو. برای زندگی مبارزه بر. تسلیم نشو. Never give up. فرازی رقمی 3. زحمت نکش. با زبان انگلیسی Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. مثال Don't bother. I will do this work myself. زحمت نکش. این کار رو من خودم اجرا میکنم. فرازی رقمی 4. با صبر باش. یعنی صبر کن. صبر کن. با زبان انگلیسی Be patient. Be patient. مثال Be patient. Everything will be okay. صبر کن، همه چیز خوب می شود. Be patient. فرازی رقمی 5. با من فرق ندارد. با زبان انگلیسی چخیل میگویند؟ با من فرق ندارد. I don't care. I don't care. I don't care. با من فرق ندارد. مثال Would you like a coffee or tea? قهوه می نوشی یا چای؟ I don't care. با من فرق ندارد. این بود 5 فرازی سوپر، یعنی سر استعمال زبان انگلیسی آموزید و در معاشرت استفاده برید. انا اکنون دوستان عزیز 2 تا سوال میدیم. جواب همین سوال رو در کامنتر نویسید، من حتما میخونم. سوال رقمی 1. برای مثال شما یک رفیق یا یگان خیشی نزدیکتان رو سالها ندیده اید، یکی وام میخورید، با او چی میگویید؟ جواب رو در کامنتر نویسید، من حتما میخونم. سوال رقمی 2. برای مثال شما در زندگی مشکلی دارید، برای شما چی میگویند؟ جواب رو در کامنتر نویسید، من حتما میخونم. و این بود 5 فراز در زبان انگلیسی. خوانید و در عمل اجرا کنید. و اگر این ویدیو برای شما پسند آمده باشد، با یارو رفیقاندان فرستانید تا که آنها هم زباندان گردند، چون که میگویند که زباندانی جهاندانی. و اینچنین اگر شما در آموزش زبان انگلیسی یگان مشکلی دارید یا یگان موضوع زبان انگلیسی رو نمیفهمید یا که یگان فراز رو میخواهید که با زبان انگلیسی گویید، اول زبان تاجیکی آن رو در کامنتر نویسید، ما حتما ترجمه نموده و سوالهای شما ویدیو کرده برای شما نشان خواهیم داد. و این بود 5 فراز در کانال tajenglish.com. خود را احتیاط کنید. Take care. Take care. Bye.